چند واقعه ثبت شده بر الان نشان دادند که بازی‌های کامپیوتری به سلامتی و حیات انسان‌ها ضرری جدی و جبران ناپذیر دارد. سلام بیننده‌های عزیز، برای صحبت سر این موضوعها به تلویزیون تاجیکستان دعوت شدند. بیبی حافظه عبدالسمع، پروفسور دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی، لطافت کنجزاده، دوسنت دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی، باباجان جهانگیر، سردار ریاست حقوق کودک وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان امیرخان شاه حسین. شما را به تلویزیون تاجیکستان خوش آمدید میگویم. چرا نورسان و جوانان به بازی‌های کامپیوتری میل دارند؟ سبب در چیست؟ بسیار وقت ما اون بازی‌ها را در اول چنین اعتراف میکردیم که بازی‌های بی‌ضرر، تربیتی، تعلیمی، انکشاف دهنده و اون رو دستگیری میکردیم همه وقت. لیکن پیشرفت جامعه نو به نو وارد شدن بازی‌های کامپیوتری به حیات اهل جامعه دیگرگونی مضمون، مقصد و وظیفه ها هستند، امروز جامعه را به تهلکه آورد. برای آنکه بازی‌های کامپیوتری نه همه وقت موافق سن و سال انسان، حالت ایموشنالی وی به نوار گرفته می شود و پیشکش تماشابین کرده می شود. عادتا بازی‌های کامپیوتری تماشابین خود را انتخاب نمی کنند. هر یک خردسال و بزرگسال بازی‌های کامپیوتری را خود انتخاب می کند و آنها ناعیان به حالت روحی و جسمانی آدمان تاثیر زیاد میرسونند. بنابر آن را همچون آسیب رسان‌های ناپدید هم حساب بدن ممکن است. گویا که بی‌غرضانه ما در روبروی اکران میشینیم و بازی کامپیوتری را تماشا میکنیم، حلاوت میبریم، به هیجان میآییم، خرسند میشویم، غمگین میشویم و حالت‌های گوناگون ایموشنالی را از سر میگذرانیم و از معیار ناموافق به سن و سال به حالت روانی تماشا کردن این بازی ها به حالت روحی روانی انسان تاثیر میرساند. این بازی ها رو ما منع کرده نمیتوانیم، لیکن انتخاب آنها در اختیار خود آدم است، چون که آدم آن شخصی است که عقل، اندیشه، خرد، فضیلت، محاکمرانی جهانبینی خود را دارد، میتواند خود را اداره کند. لیکن باعث تاسف است که گوهم می شود که خردسالان، بزرگسالان تابع آن همین بازی‌های کامپیوتری می شوند. او به خود یک جذابیت خاص دارد، چون که بازی‌های کامپیوتری نمودهای گوناگون دارند. بازی‌های کامپیوتری هستند که آنها خاراکتر تعلیمی دارند، در نظام مؤسسه‌های تحصیلات از کودکستان سر کرده تا زینه تحصیلات عالی کسبی، بازی‌های دیداکتیکی که با رشد تفکر، محاکمه‌رانی، جهانبینی مساعدت میکنند مورد استفاده قرار میگیرند. لیکن باعث تاسف است که به جای آنها بیرون از مؤسسه‌های تحصیلاتی زیادتر در مرکزهای کامپیوتری از آنها استفاده میبرند که ما امروز تاثیر منفی آنها رو در کودکان و نورسان و نوجوانان بسیارتر مشاهده کرده ایستاده. برای چی در همین بازی‌های کامپیوتری خصوصیت‌های سینوسالی به این نوبت گرفته نمی‌شود یا اینکه نشان داده نشده است؟ برای اون خصوصیت‌های سینوسالی، حالت ایموشنالی دیگران به حساب گرفته نمی شود که بازی‌های کامپیوتری رو به نوار میبردارند و میفروشند و در بازار جهانی او همچون اشیای خرید و فروش، خیلی که حاضر به همه معلومات خرید و فروش رو ما در مفهوم بیزنس ifade میکنیم، مورد خرید و فروش قرار میگیرد و کشورهای گوناگون از همدیگر میخرند، ترجمه میکنند، با احتیاجمندان خود پیشنهاد میکنند. این هم یک شکل تجارت است. سیم زینه که اونها رو به ما پیشکش میکنن این مرکزهای دلخوشی، انتخاب شخصی خودمون که هر یکی ما در محیط خانواده تکنولوژی معاصر اطلاعاتی داریم، کوشش میکنیم که اونها رو دسترس کرده تماشا کنیم. حتی بعضا وقت میشود که از حساب وقت کاری، از حساب استراحت، فراغت هم ما بسیارتر به بازی‌های کامپیوتری داده میشویم. برای اینکه یکم اونها
تماشابین رو به فکر کردن وارد نمیکنند، برعکس مواد تهیار رو پیشنهاد میکنند و در شکل جذاب مخصوصا به نوار برداشته می شود که از وی جدا شدن، کنار گرفتن خیلی دشوار می شود. گوها هر یک تماشابی میگوید که 5 دقیقه دیگر بینم بس، 10 دقیقه دیگر بینم بس. وقتی که درک مییابد الکی شاید که ساعت ها در نزدیک کامپیوتر نشسته به بازی ها مشغول شده که باشد. بعد آنها بازی های هستند که شوق و ذوق رو به وجود میبیارند، کنی که غالب میبروید، کدام غایه ها غلبه میکنند، کدام اندیشه ها ارزشمند حساب مییابند، آنها دانستن میخواهند. و نه همه وقت چیزی که به تماشابین پیشکش کرده می شود جهت مثبت تربیوی داده می تواند، مخصوصا در حالتی که در آنها حالتهای جنگ، زورآوری، وحشانیت نشان داده می شود، الکی خود آدم اداره کرده نمیتواند. بعضا وقت در تماشای بازی‌های کامپیوتری کودکان و نورسان وقتی که قهرمان دوست داشتهشان مغلوب شد یا به شکست دچار شد، همراه وی نشسته گریه میکنند. ما این رو بارها مشاهده کرده استیم. یا همین حالت اموشنالی خود رو به بیرون برآورده. شاید که برای همین باشد که امروز در همین مرکزهای دلخوشی سبب به وجود آمدن ضدیت، هم دیگر رو بخشیده نتوانستن، از بین رفتن تحمل پذیری مشاهده کرده می شود. بازی های کامپیوتری با کدام هدف و از جانب کی آموده یا اینکه تهیه و پیشنهاد می گردد؟ بازی های کامپیوتری که در زمان امروز رایج گردیدن، مقصد اساسی در دایره یک هدف منفعت جویی روی کار آمدن. برای اون نفری که از تشکیل و برگزار کردن این گونه بازی ها منفعت دار هست، مهم نیست که اون انسان تا کدام درجه منفعت میگیرد یا تا کدام درجه ضرر میگیرد. در زیر هدف این گونه شخصیت ها تنها مفهوم منفعت هست. منفعت جویی که به خاطر منفعت اندک بر عوض حیات یک گروه انسان ها. اگر جامعه های پیشرفته رو ما مشاهده کنیم، در اون جامعه های پیشرفته الکی همین گونه حالت ها تنظیم شونده هستند. سازمان دهندگان اکثریت همین گونه بازی های کامپیوتری اجازه نمیتن که فرزندان و نزدیکان خود به اون مشغول شوند. یعنی پس وقتی اگر چیزی با منفعت باشه چخیل از نزدیکان خود اون رو ایمن نگاه می‌دارید و هدف تنها گرفتن فایده هست که اون به عوض جان یک نفر، به عوض وقت یک نفر، به عوض مثلا دستاوردها یا آینده یک جامعه انجام داده می شود. بازی های کامپیوتری که در جامعه امروزه ما رایج گردیدند، متاسفانه در دایره همین هدف از یک جانب اگر فعالیت کنند، از جانب دیگر تا یک اندازه خصوصیت تنظیم شوندگی خود را نیز از دست دادند. اگر هدف به دست آوردن منفعت باشد، همون منفعت شاید در یک حجم یا که یک حدودی اندکتر هم قناعتمند شدن ممکن است. اما متاسفانه با وجود تا یک اندازه پرزور گردیدن نظارت هم، اما همون دایره محدود نمی شود و باز مشاهده نشان می‌دهند که جوانان و نورسان زیادتر میل میکنند به این. یکی گناه رو سری مکتب، دانشگاه و دیگر مؤسسه ها حواله میکند، دیگر مسئولیت رو سری خانواده، عائله. ولی راه حل این گونه به دست نمی آید. پرکندگی از نفاق خیزد، پیروزی از اتفاق خیزد. یکی گناه به سر دیگر بار کردن و دیگر گناه به سر دیگر بار کردن، این نمیتواند عامل به دست آوردن یک هدف نهایی شود. هدف نهایی ما تربیت نسل سالم و تأمین آینده با ثبات جامعه هست. ضرورت پیش میاد که پیش از همه ما باید مضمون و ماهیت همین دستاوردهای امروزه فرهنگی، تکنیکی و تکنولوژی را باید شرح و تفسیر نموده به نسل معاصر دسترس گردانیم. بازی های گوناگونی هستند که اونها می توانند به تشکل شخصیت انسان مساعدت کنند. بازی های دیداکتیکی از جمله. توسط اونها هدف های تعلیمی عملی می شود. پیدایش تئاتر این یک دستاورد خیلی بزرگ فرهنگی بود که توسط اون می توانست انسان تربیت یابد.
ولی پیدایش تکنیک و تکنولوژی و صنعت کینماتوگرافی و مواد اودیویزیوالی الکی این فونکسیون را تا اندازه محدود گردانید. از همین لحاظ بین اون چیزی که تا یک اندازه هدف رستر جهتی دیگرگون کردن تفکر جامعه هست در بین مردم عامه قبول می شود و ادامه انا همین گونه کارهای فانتاستیکی و فانتزیاهای ساخته الکی بازی‌های کامپیوتری هستند که حتی نورسان ما امروز می توانند بین همدیگر با استفاده از تلفن‌های موبیلیشون با یکدیگر یا در فاصله چند دورتر با یکدیگر بازی کنند. اما ما کلانسالان اینا مشاهده کرده همراه اونها میخندیم. تمام. از همین خاطر این یک دستاورد فرهنگی انسانیت هست، درست، ولی دستاوردهای فرهنگی هم میتوانند جنبه مثبت داشته باشد و جنبه منفی داشته باشد. محل یا اینکه حضور نورسان و جوانان در مرکزهای بازی‌های کامپیوتری و تاثیر آن به روح و روان و جسم همین نورسان و جوانان به جامعه ما چه تاثیر میگذارد یا گذاشته ایستاده است؟ در فرهنگ تاجیکی اویلا مقام بزرگ دارد. شرط و ضرور است که در اویلا بین والدین مهر و محبت، وفا، صداقت، باوری به همدیگر حکم فرما باشد و البته کودک همه پسیکولوگ روانشناسی خوب است، همه همین رفتارها رو به خودش کسب میکند، از پدر و مادر عبرت میگیرد. صد افسوس که بعضا والدین به همین چیز شاید که کمتر توجه ظاهر میکنند. با چندین همین نفران صحبت کرده دیدگی هستم که وقتی که در عائله والدین فرزندهای جدا نکنند با یک چشم نگرند، وقتی که توجه نسبت دیگرش زیادتر می شود انا همون فرزندی که از توجه یا اینکه همه باریگرانی انا همون چی ناخوشی که می شود بیشتر ما فرزندی کلانی را سرزنش میکنیم، تو چرا نگاه نکردی دادرانت یا خواهرانت این خیل کرد و از همون لحظه ها در دل انا همین فرزند نسبت پدر و مادر و نسبت انا همون دادر و خواهرش یک حسی بدبینی، حسی نفرت پرورش می‌یابد و در عائله و خودش رو زیادتی حس میکند. پس و خودش رو به بیرون میپرتاید، میبیند که در عائله وی رو هیچ کس قدردانی نکرد. محیط اینجا تاثیر میرساند. اگر محیط نقض باشد این البته خوب است، لیکن بازی های کامپیوتری میرد میبیند که من همین رفیقاش وای به بهای بلند میتیم، میگه که انا من اینقدر خوب بودم و چرا در عائله مرا همین خصلت های مرا نفهمیدن و الکی دیگر خیل میشود. برای همین عائله بسیار نقش مهم میبازد در انکشاف منبعه کودک و در عائله وقتی که یگان مشغولیت نیست، کتابخوانی نیست، مشغولیت های منفعتناک نیست، دیگر نمیداند چیکار کند. البته به همین بازی های کامپیوتری داده می شود، به بیرون، به محیط بیرونه بیشتر داده می شود و البته همین محیط در همین خیل حالت تاثیر منفی خودش رو می رساند، شوق و رغبت آنها رو می بیارد. برای همین بغیر از همین بازی نه کتابخوانی به شوق دارند و نه دیگر چیزها دقت آنها رو جلب کرده نمیتواند. هم صحبت ما نقش عائله رو در تعلیم و تربیت فرزند بسیار مهم ارزیابی نمودند. شما میگفتید که مکتب در تعلیم و تربیت کودکان و نورسان و پیشگیری حضور آنها در مرکزهای بازی‌های کامپیوتری چی نقش دارد؟ اون لحظه‌ای که خواننده در مؤسسه تعلیمی تحصیل میکند مشغولیت دارد، بعدی و خواننده الکی آزاد میشد و مؤسسه تعلیمی نمیتواند که همین لحظه رو نظارت کند. این لحظه تنها به همون خودی پدر مادر گذاشته شده است، پدر مادر نظارت کنند که کودک آنها به مرکزهای بازی کامپیوتری نروند. سازمان عمومی جهانی تندرستی همین بازی‌های کامپیوتری رو با رویخط تصنیفی بیماری‌های بین‌المللی وارد کرده است. دلبستگی به همین بازی‌های کامپیوتری رو در همین وجود یا نهاد کودکان و نورسان وابستگی به بازی‌های کامپیوتری چگونه پیدا می‌شود؟ برای کودکان و نورسان جبهه مهم و شوق‌آورتر بازی کامپیوتری در آن است که آنها فکر نمی‌کنند بلکه ادامه حادثه واقعه ها رو منتظر هستند و ادامه حادثه واقعه ها به نظر آنها
نسبت به حیات ریالی در بازی‌های کامپیوتری شوق‌آورتر است، برای اینکه اون چیزی که در حیات ریالی اونها در محیط خانواده پدر و مادر به طور دیگر شرح و واضح میدن، در مؤسسه تحصیلات اون رو به طور دیگر از جهت ارزشمندی شرح و واضح میدن. در بازی‌های کامپیوتری همه چیز دسترس است، امکان پذیر است. عادتا اون چیزی که ما من میکنیم اسرار اون رو دانستن در دوره کودکی و نورسی برای خود ما هم همین خیلی بود که این چی اسرار رو دارد که از دانستن اون ما رو من میکنن. من باید دونم در نزد خود هر یک کودک و نورس بود هست آینده هم همین قرار رو میگذارد که من باید دونم بعد چی میشود. همین با عادت مبدل میشود. بعضی وقت ما میبینیم که اونها حتی از خوراک خوردن دست میکشند. اون چیزی که یکی از طلبات‌های فیزیولوژی و اساسی انسان است که موجودیت سالمی جسمانی روانی او را در حیات تامین میکند، این خوراک خوردن است. ساعت‌های دراز در سر بازی‌های کامپیوتری میشینند. بعد چی میشود؟ یعنی فکر کردن لازم نیست، فقط پیشنهاد موادهای نمایشی رو قبول کردن در کار و به طور خود هضم کردن در کار. کودکانی هستند که به حساسیت داده نمیشوند چون که اونو خیلی زیاد دیدن، عادت کردن. شاید از این گنده‌تر بدترش هم دیدن ممکن باشد گفته منتظر میشوند. از معیار زیاد دیدن در نوبت اول به حالت روحی روانی آنها تاثیر میکند، عادت بد رو به وجود میبیارد. خود درک نمیکنند که این آسیب رسان‌های ناپدید آنها رو از جهت روانی خراب کرده ایستاده. تیز به هیجان میآیند، قابلیت خود رو اداره کردن رو گم میکنند، خود رو نظارت کرده نمیتوانند، با عملهای خود بها داده نمیتوانند. برای چی ما در مرکزهای دلخوشی همین حادثه ها به وجود آمد؟ برای اینکه از نگاه پسیکولوژی آنها از تماشای همین گونه مواد به وجد آمدن. آنها یک حالت مخصوص اضطرابناک به افتیدن و این به آن آورده رساند که خود رو اداره کرده نتوانستند. آنها به یکدیگر مشت و دشنام برداری نه آمدند اونجا، آنها به نیت تماشا کردن آمدند. لیکن وقتی که از معیار زیاد، ناموافق به سن و سال و ناموافق به حالت پسیکولوژی خود همین موادها رو تماشا کردن، دیگر خود رو اداره کرده نتوانستند. برای همین هم در اینجا وقت رو چی طور کودک میگذراند، نظارت کردن عائله خانواده خیلی مهم است. اگر از نگاه جسمانی گوییم همه چیز رو فراموش کرده، حتی از خوراخوری دست کشیده، تماشا کردن این مواد به انکشاف جسم سالم کودک تاثیر میرساند. ما کلان سالم برای اون سر وقت خوراک میخوریم، حرکت میکنیم که طلبات جسممون رو قانع گردانیم برای حرکت کردن، اجرای وظیفه های مقصدناک. برای کودکان و نورسان خوراک خوردن این غذا است، طلبات ارگانیسم است که باید کمال یابد، انکشاف یابد، مستحکم شود، به هر گونه بیماری ها گرفتار نشود. این عصب رو خراب میکند. در علم معاصر روانشناسی قبول شده است که رشد جسمانی، رشد روانی با هم دیگر توأم پیوندند. به سبب نیست که هنوز در زمان خود ابن سینای بزرگ گفتگی بودند که در تن سالم روح سالم، روح سالم تن سالم رو تامین میکند. من همین دیگر خود رو اداره کرده نتوانستم. دوم، مدام در نزد اکران های بازی کامپیوتری شدن سلامتی جسمانی اونها رو کاهش میدهد، کم حرکتی به وجود می آید، عصبانیت امکانیت نمیدهد که فردا فکر و اندیشه خود رو به یک جا کرده مواد تعلیمی رو از خود کند. او نگاه کرده میستد که درس تمام می شود، رفته بازی کامپیوتری رو ادامه دهد، بعد چی می شدگی باشد. در چنین حالت از خود کردن مواد تعلیمی برای کودکان و نورسان، جوانان و حتی ما کلان سالان در زندگی مشکلات رو به وجود می آورد. کج شدن ستومهره، از جهت جسمانی ناکامل انکشاف یافتن. وقتی که به خدمت حربی دعوت میکنن ما بسیار نوجوانان رو میبینیم که اونها علاقه مشکلات در سلامتی دارن. باید که همین چیزها مرکزهای کامپیوتری و مخصوصا
توجه پدر و مادران رو زیادتر به خود جلب کنند. از نقطه نظر آنتروپولوژی انسان از دو طبیعت اساسی، طبیعت فیزیولوژی و آناتومی ترکیب می‌یابد. طبیعت فیزیولوژی آناتومی و طبیعت روانی پسیخولوژی. و از نقطه نظر خلاصه علم‌های طب هم وقتی که درجه پاتولوژی پیدا میشه، یعنی بیماری در جسم پیدا میشود، علاقه کار فعالیت ساحه‌های علمی طب آغاز می‌گردد. ولی در انسان در مقایسه با بیماری‌های جسمانی که خصوصیت فیزیولوژی آناتومی دارند، بیماری‌های روانی خطرآور هستند و به مثل اونه که نارکومانی میگویند، همین کامپیوتر بازی‌های کامپیوتری هم همین گونه تاثیرها بر روان انسان میتوانند رسانند که در آنها کامپیوترمانی پیدا شود و دیگر به حیث ارزش اساسی حیاتی مبادل گردد. یعنی ارزش حیاتی مبادل در اون حالت میشد که دیگر انسان نسبت زندگی هر روزه، نسبت زندگی اعتدالی به فرقیت میشد، به تفاوت میشد. اینجا سخن تنها سر یک کودک نمیرود، سر نفران کلانسال هم میروند. علاقه جوانانی هستند که زندگی مستقل دارند، عائله برپا کردن، ولی از سبب اون که همین گونه حالت روانی در اونها غلبه کرده است، با عائله خودشون به تفاوت هستند و حتی در چندین حالت باعث از هم پاشیدن عائله ها گردیدیم. دختر روی راست اعتراف میکند که این شوهر من نیست، این شوهر تلفن هست یا شوهر کامپیوتر هست. من محبت احساس نمیکنم و من توجه نمیکنم. پس چگونه من میتوانم این همچنین یک همسر حیات یا جفت زندگی خود قبول کنم؟ یعنی این حالت هست که واقعا هم این را بیماری هم اعتراف کردن ممکن است و سبب های خروج همین بیماری من اون عامل هایی که معلمای محترم قید کردن که در سن پایانی به همین مسئله نه خود شخص مقصدناک و نه اطرافیان توجه جدی نمیکنند. انسان در زندگی یک هدف دارد و جهت نائل گردیدن به اون هدف وظیفه های مشخص هستند که اونها را باید پیگیری کند، اجرا کند و از بحر وابستگی هایی که هست از اونها گذرد تا هدف به دست بیاید. سعدی در عصر 13 میگوید که مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی؟ یعنی انسانیت شما کجا بود که شما مطیع زیر یگان تأثیر عامل هایی که اون تأثیر میتواند به جوهر اصلی انسانیت شما برتریت پیدا کند و همون انسان وقتی که زیر اطاعت اداره بیگانه قرار گرفت، حالا و مستقل نیست و بیماری است و به ارادگی هست و سستی اراده او هست، منقورت هست. از همین خاطر این رو همچون بیماری اعتراف کردن هم ممکن است و همچون به مسئولیتی هم اعتراف کردن ممکن است. اگر انسان از روزگار نخست مقصد گذاری را آموزد، در زندگی خود گذاشتن مقصد مشخص را آموزد، ز شیرینی و تلخی کم کمش به گفته، همونا کم کم به خاطر اون که انسان حس کنجکاوی دارد باید چیزی را که دید از پای دریافت آن رود. یعنی وقتی که درک کرد باید مقایسه کند، با توازن عقل و توازن خرد برکشد و پس آن خلاصه کند که به مقصد گذاشته من این موافق است یا برعکس مانع ایجاد میکند. یعنی از این لحاظ وقتی که انسان از دایره همین مقصد گذاری بیرون میشد و وابستگی پیدا میکند به یک قوه دیگر، این علاقه بیماری روانی هست، بیماری پسیخیکی هست که او تبابت باید شود، تبابت رو طلب میکند. دشوارترین تبابت روانی هست. حاضر ما میبینیم که علاقه تلفن های موبیلی در دست کودکان 1 ساله هم هستند، 1.5 ساله هم هستند. علم حوزه روانشناسی در همبستگی به علم طب اثبات کرد که در شرایط حاضره تعداد کودکانی که نقصانی در خود درماندگی یا با طور علمی آن را اوتیسم میگن خیلی زیاد شده ایستادن و مشاهده های عالمان نشان داده ایستاده است که چقدر که بر وقت ما به دست کودک و من همین تلفن های موبیلی کامپیوتر رو دهیم، اونها با وابستگی پیدا میکنن. اونها دیگر آدم زنده گرد اطراف خود را نمیبینن. برای اونها در نگاه معاشرت نگاهی ویزوالی
با قهرمانان انا همین ساخته که در کامپیوتر و در بازی های تلفنی هستن قانع کننده میگردد و بهترین چیز اون است که اونها قاعده و معیارهای آداب معاشرت و مناسبت را حسود نمیکنند و بهترینش باز در اون است که مهارت در جامعه پیگیری کردن مقام خود به واسطه سخن را گم میکنن. بعضا وقت ما به دهشت میوایم که برای چه بچه های ما از الفاظ قبیح بسیار استفاده میبرند، برای چه ما به آنها یک سپارش میدیم در از خاطرشان میبراید، به آنها فراموش خاطری خاص است، برای چه آنها دقت خود را به یک اشیا دور و دراز متمرکزانیده نمیتونند. همین تاثیر دائمی من همین موادهای نمایشی بازی‌های کامپیوتری می باشد. بنابراین همین هم شاید به سبب نگفته باشند که اینها آسیب‌های ناپدیده هستند که چنون به مغز سر جای میگیرند که تا درجه بیماری برده رساندنشان ممکن است. بینظارتی بعضی از والدین رعایت نکردن بعضی بندهای قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت فرزند و تاثیر و ضرری همین بازی های کامپیوتری به مهری، به توجهی، دور شدن از واقعیت با دنیای ویرتوالی پیوست شدن چی عاقبت ها رو با جامعه ما دارد؟ فرزندی من تا ختم کردن مکتب میانه حقوق گرفتن تلفن ندارد. نیم شب از خانه خسته گرفته تلفن کودک استفاده میبرد تا سحر بیدار میستد. با یک کار روانه کنید حتما که او را بعد از 10-15 دقیقه خواب میبرد. لیکن متاسفانه من همین درجه نادرست فهم ما که باید اعضای عائله ما فرزندان ما وقتی از خانه بیرون اومدن باید تلفن موبیلی داشته باشن و اضافه بر اون داشتن باید تلفن موبیلی قیمت داشته باشن که گویان که فرزند فلانی است، اما به خبر از اون که عاقبت چی هست؟ عاقبت اون باغ پدر هست و یا داغ پدر. امروز اگر ما اعتراف کنیم که ما دورنده هستیم، ما فرزندمان را تامین میکنیم، با همه اشیاء امروزه تامین میکنیم، اما فرد و فرزند ما من همین گونه بیمار شود چی؟ اون عائله بنیاد کردن نتواند، اون شخصی در کاری جامعه نشود. این نه تنها در دایره یک عائله، در دایره یک مکتب حل خود را نمییابد. متاسفانه امروز همون ساختارهای فرهنگی تأمین کننده فرهنگ و معنویات جامعه ما تا اندازه سستی کرده ایستادند. فعالیت اونها فعالیت بامرام نیست. چرا کودک امروزه آستانه تئاتر را ندیده است؟ نمیخواهد تئاتر رفتن. دعوت کجا هست؟ هوسمندی کجا هست؟ برای چی بچه به بازی های کامپیوتری در اونجا گذاشته شده است؟ با توجه می رود، مبلغ برده خرج میکند. همون مبلغ دارد، همون مبلغ شاید نصفی آن در تئاتر خرج نشود اگر توجه جلب کننده باشد. اما اون چیزی که ما با زوری گرفته برده کودک در تئاتر میشینونیم یا که در کینوتئاتر میشینونیم یا در کدام یک فضای فرهنگی دیگر مجبوری این نتیجه نمیده و باید دقت جلب کننده باشد. ما میگیم که راه وسطا است. چرا در دولت‌های دیگر هنرمندانی هستند که از همه قشرهای دیگر بایتر هستند؟ اونها از جانب دولت و از جانب ساختارهای دولتی سرمایه‌گذاری نمیشوند. اونها هنر خودشون میتوانند نمایش دهند و توسط هنر خود فایده به دست بیارن. در ما امکانیت هست، اما چرا چنین فضا تشکیل کرده نمیشه از جانب اهل هنر، اهل فرهنگ؟ و فقط هر چی دشواری که پیش آمد در جامعه، یکم عیب عائله است، دوم عیب مکتب. تمام. آیا همین دو اینستیتوت است در جامعه؟ اینستیتوت های دیگر جمعیتی به چی کار سفر بر کرده شده؟ برای همین اون فضای خالی که وقتی که در محیط فرهنگی اجتماعی فضای خالی با وجود می‌بیاید و باید پر کرده شود. یعنی پرشوی همین فضای خالی در تفکر نسل معاصر من همین جایهای دلخوشی میشن. استفاده تلفن و کامپیوتر دیگر واسطه ها میشن. مبلغ های زیاد برده خرج میکنن تا همون کارهاشون انجام دهند. ولی وقتی اگر جای همین تا یک اندازه مجرا دیگرگون کرده شود، این میتواند که لعل به دست بیاید. ما اگر 100% نتوانیم جوانان و نورسان امروزه خودمون در راه
علم و معرفت و فرهنگ دوستی و گذاشتن مقصد درست و شناختن ماهیت زندگی و حیات و هویت ملی و خودشناسی ملی و دیگر راه و وسط تربیت کردن، اقلا میتوانیم 60% به هدف رسیم. اقلا میتوانیم 50% به هدف رسیم. در جامعه امروزه بازرگانی اگر ما حدود 40-50% توانیم که نسل خودمون در راه درست خودشناسی و خودآگاهی تربیت کنیم، در راه کمالات معنوی و معرفتی تربیت کنیم، این هم الکی یک موفقیت خیلی بزرگه. اشتراک در مرکزهای بازی کامپیوتری رو کی شرایط معین میکند؟ پدر مادر. یگان مرکزی بازی کامپیوتری رایگان نیست. مبلغ رو گرفتن بوده در اونجا صرف میکنن. مبلغ نتیجه رفته اشتراک کردن نمیتونن، دوج اجازه نمیتونن که تو به مبلغ اشتراک کنی. حضور همین نورسان و جوانان در همین مرکزهای بازی‌های کامپیوتری و وابستگی به همین پدیده نامطلوب چی تاثیر بر روند تحصیل آنها میرساند؟ در این دوره ضدیت‌های بین پدر و مادر به فرزند، ضدیت‌های بین همسالان، ضدیت‌ها با آموزگاران حتی در مؤسسه‌های تحصیلاتی به وجود می‌آید. این دوره رو دوره خیلی مهم گذشته، نه تنها سن سالی، موقع اجتماعی هم حسابیدن ممکن است. در این دوره مخصوص آنها زیر توجه بودنشان طلب کرده می شود، چون که وقت برنگردنده است. ما وقتی که وقت رو از دست دادیم، چطوری که در عرفیت میگویند نقد رو هم از دست دادن ما ممکن. خوب میشد که همین خود محصلین تشکیل کنندگان مرکزهای دلخوشی، پدر و مادران، مؤسسه های تحصیلاتی به همین خصوصیت های سن سالی جوانان توجه ظاهر میکردن. وظیفه راهنمایی کردن، پیگیری کردن این وظیفه کل جامعه، مخصوصا خانواده و مکتب است. با تحصیل بیوسته تاثیر منفی میرساند. بین مکتب ها تا حتی جوانان یکدیگر کتی مناقشه جنگ انداخته، تاثیرهای منفیش همین، یعنی از همین بازی های کامپیوتری برداشت میکنن همین چیزا. پس بودن معرفت حقوقیشون به همین چیز آورده میرساند. مثلا در بین جوانان به رسمیت در آورده شده است. افسوس که آنها زوروری در اویله رو مردانگی میحسابند. کوتاه مدتی تفکر، مثلا جوانان امروزه مفهوم امروز رو از مفهوم فردا افضلتر میدونند. مقصد گذاری نیست، بیشتر کارهای فهماندهی گذرانند، هم در اویله و هم در مکتب، چون که وای حالا جوان است، وای وقتی گذریش سن و سالی خودش نمیدونه چیکار کرده ایستاده است. بین دیگر جوانان میخواهد که نشان دهد که وای پرقوت است. بعضی از نورسان و جوانان قهرمان‌های منفی بازی‌های کامپیوتری رو تقلید نموده با خود هر گونه اشیاءهای ضرررسان میگیرن و با درک نکردن عمل خود آنها نمیدونن که چی کار کرده ایستادن، با کدام راه میروند. البته آنها باید نظارت شوند، تربیت شوند. برای هر یک عملی او پدر و مادر، مؤسسه تعلیمی، در عموم جامعه هر یکی ما جوابگر هستیم، زیرا آنها در یک دوره گزارش قرار دارند. آنها جهانبینی کافی، یعنی شخصیت خود رو نامختن. یعنی که یک نورس در جای خود یک اشیای ضرررسان دارد. به خانه می رود، از خانه به مکتب می آید، کسی این رو نمی بیند. چرا امروز بعضی پدر و مادران، بعضی آموزگاران بی توجه است، بسیاری ها بی‌طرفی رو اختیار کردند؟ افسوس. سبب در چیست؟ شاید که سبب در اون باشد که هر یک کس از همین بازی‌های کامپیوتری اندیشه خود رو غذا می‌دهد. من چیکار دارم به کس؟ وقت ندارم به کس. مسئولیت و جوابگری رو نسبت آدمان در گرد اطراف ما کم می‌بینیم. توجه به روز خورسندی خیلی زیاده، توجه به مشکلات های همدیگر رو ما خیلی کم میبینیم. شاید همین تاثیر موادهای نمایشی باشد که در پهلوی ما بودگی آدم رو نمیبینیم. نیست وای. ما نگاه میکنیم که در اکران ها کیها هستند،
باید چیکار کنن، این حادثه ها با چه عمل ها انجام یافتنش ممکن، همین برای آدمان تاثیر گذار است. کدام مشکلات که نباشد، مسئولیت اولین هر یک انسان این غمخواری کردن در حق همدیگر، دستگیری کردن همدیگر. به سبب نیست که ادبیات کلاسیکی تاجیک رو در تمام دنیا از نگاه انسانگرایی او میشناسند، قبول میکنند، احترام میکنند. دوره که ما و شما کلان شدیم، وقتی اگر یک جنگ و جنجال میشد در بین بچه ها، یگان حالتی وای میشد شکایت میکرده، هیچ کس از پشت شما رفته دعوا نمیکرد، میگفت خیلی بچه به بچه بین خودتان سازش کردید، هیچ گپ نیست. حاضر متاسفانه یک کودک گریه کرده درآید، مادر الکه برآمده که فرزندی من الکه یک پشتیبان حس کرد و میدونه که من دیگه پرسش نمیشوم که تو با کدام سبب جنگ شدی، کی تو را جنگ کرد، سبب اساسیش چی بود؟ نه، الکه و پشتیبان داره. یک نفر دیگر وقتی که آمد ما را گفت که فرزند شما من به همین کار مشغول است، جواب میتیم کار شما چی؟ و کار شما که چی شد او برمیگرده. سببیتش در تفکر یا جهانبینی بسیار قالبی، جهانبینی محدودی ما هست. چرا فرزند ما تلقی نمیکنیم که شما در دوام هفته یک غزل از یاد کنید که وابسته به فهم شما باشد؟ ما برای شما همین کار میکنیم، اصول هوسمندی میکنیم. من این چیز کنید که در زیر همون هدف گذاشته شما الکه یک زینت تشکل شخصیت فرزند تامین میشه، با استفاده از رنگ ها، با استفاده از بازی ها، از بازیچه‌های گوناگون. یعنی به خاطر اون که تفکر کودک خصوصیت تصویری ابرازی دارد، براه مانده میشه اصول های تربیت. اما ما باید درجه نرسیدیم. برای چی نرسیدیم؟ برای اینکه ما با همین چیز جدی مشغول نمیشویم. توجه نکردیم. نباشد ببینید در عصر 13 که یک متفکری از میانگی ما قطب‌الدین شیرازی میگه که کودک را باید وابسته به خواستار و ذوق او تربیت کرد. اگر مانع در رشد کودک ایجاد کنه و میتواند به حالتهای ناموافق برده رساند. پس همون قابلیت او را ما باید طرز راه او را معین کنیم که به هدف رسد. در صورت میگه که انسان قادر هست که خلق حیوان را عوض کند، اسب و خر و فیل و دیگر چیزها را با منفعت خود استفاده برد، سگ را با منفعت خود استفاده برد. پس چرا نمیتواند که فرزند خود را تربیت کند؟ چرا نمیتواند خلق خود را تغییر دهد به اون درجه که منفعت آور باشد؟ میتواند، اما مقصد گذاشته نمیشه. به اصطلاح به هر کاری که همت بسته گردد، اگر خار بود گل دسته گردد. مهنت واسطه تربیه بود. ما از خردسالی کودک به یاد میدادیم، پیاله خوردگیت برده ششته جایش بمون، لباست خودت پوش، لباست جایش بمون. حاضر کودکان و نورسان ما مهنت رو واسطه تربیه نه، مهنت رو واسطه جزادهی قبول میکنن. یکی از مشکلات های خانواده امروزی جامعه جهانی همین است که تکنیک به حیات ما وارد شد، ما خود را از هم نمود مهنت کناره گرفتیم و این به اون آورده رسون که ما به مهنت نکردن عادت کردیم. همین مشغول شدن به بازی های کامپیوتری نیست، این بازی مهنت نکردن است. شیشتا فقط تماشا کرده حلاوت بردن، لیکن نتیجه حلاوت رو باز درک نکردیم. آخر برای هر یک چیزی که حلاوت بردی عکس العمل جوابی مثبت گرداندن در کار. به جای عکس العمل جوابی مثبت ما دشنام قبیح، لفظ آمیخته از هر یک زبان ها یک لفظ گرفته شده، تاجیکی، روسی، ازبکی، انگلیسی، همه آنها هست. حتی آداب معاشرت رو ما گم کردیم. در بسیاری از موردها، یعنی خود ما هم شاهد میشویم، بعد از ساعت 18 میبینیم که در بعضی از مرکزهای بازی‌های کامپیوتری کودکان و نورسان حضور دارند و همین بازی‌ها مشغولند. به نظر شما چرا همین مسئولین مرکزهای بازی‌های کامپیوتری به همین کودکان اجازت میدهند و ساعت‌های دراز کودکان در آنجا قرار دارند و پدر و مادران نیز بی‌پروایند؟ یعنی که نیم شب از فرزند در خانه نیست، اما پدر و مادر پروایی ندارند. همین مرکزهای کامپیوتری خود به خود فعالیت ندارند.
اونها اجازت نامه دارن، از درآمد خود انداز میسپارن، گویا که نظارت میشوند. لیکن که چه خیل از کجا ما گواه اونیم که ما از همین مرکزهای کامپیوتری مکان به وجود آمدن یا خود دست زدن نورسان و جوانان به جنایت، دشنام، حقارت، الفاظ قبیح شده ایستادن. خود اجرا کنن، طلبات رو اجرا کنن و خود مثل همین محصلین مرکزهای کامپیوتری مگر درک نمیکنن. شاید که در این جاده با غیر از آن که پدر و مادر خود آنها وظیفهشون رو، قانون رو رعایت کردنشون در کار، بله، ببینید نخواد که معلم برای عزیز. درآمد تقدیر فرزند ملت به همین درجه رسونه. همین طربخانه ها هم درآمد میگیرند از گذراندن توی و جشن و مراسم ها، ولی حدود 3 ساعت الکه قد میکنن، دیگر اجازت نمیتن. اونها روی رسمان میکنن. بله، روی رسمان اینم میکنن، با تنظیم چرا که برآورده قانون شود. هست به تنظیم رعایت برآورده. میشود. همین مرکزهای کامپیوتری و مرکزهای دلخوشی و دیگر ذهن نظارت اینها گرفته هم شود. باید رعایت کنند. در صورت رعایت نکردن اونها زیر نظارت هستند، باید چاره‌جویی شود. به هر یک شما برای اشتراک در برنامه و ابراز اندیشه ها مینتداری بیان میکنیم و امیدواریم که آن اندیشه و پیشنهادهایی که شما در سمت پیشگیری حضور و وابستگی نورسان و جوانان از بازی های کامپیوتری ابراز نموده باریز باشد. بیننده های عزیز یادآور می شویم که همصحبتان ما بودند بیبی حفیظه عبدوسمه، پروفسور دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی، لطافت کنجزاده دوچنت دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی، باباجان جهانگیر سردار ریاست حفظ حقوق کودک وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و امیرخان شاه حسین پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان. والدین عزیز، فرزندان خود را زیر نظارت گیرید، در تعلیم و تربیت آنها و رشد ذهنی و جسمانی آنها سهم گذارید، زیرا آنها آینده دولت و جامعه ما می باشند. در همین جا برنامه ما با آخر رسید. با برنامه های دیگر تلویزیونی تاجیکستان بمانید.